سلام بینندگان ارجمند رادیوی آزادی. در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک جلسه مجمع کل شروع شد و در روز اول آن روز 23 سپتامبر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ سخنرانی نمود. اینچنین انتظار می رود که در دوام روز رهبران دیگر کشورهای جهان از جمله آسیای مرکزی هم سخنرانی می کنند. برای روشنی انداختن به این گفتگوزارها به ما از شهر نیویورک قرارگاه سازمان ملل متحد الیزابت استیکنی یک سخنگوی دپارتمنت دولتی همراه می شود که با او راجع به مهمترین نکات این گفتگوها صحبت می کنیم. سلام خانم استیکنی، به برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. این نخستین شرکت پرزیدنت دونالد ترامپ در مجمع کل در دوره دوم رهبریش در ایالات متحده آمریکا می باشد. او درباره موفقیتش در پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی، ختم 7 جنگ، ضرورت گرفتن پیشرو ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای، مشکل ختم جنگ در اوکراین گفت. به هر حال باز به نظر شما به کدام نکته گفتگوهای امروزه او باید توجه بیشتر روانه کرد و از گفتگوهای پیشین او این نوبت چی تفاوتی دارد؟ سلام بر شما و بر بینندگان محترم. بله، اینجا در شهر نیویورک هستیم برای هفته سطح عالی. این هفته اوج سیاست خارجی کشورها هست و ما بهترین دیپلمات‌های ما را به نیویورک می‌آوریم. همون طوری که شما گفتین، امروز پرزیدنت ترامپ سخنرانی داشت و او بیشتر بر موضوع صلح تمرکز کرده. صلح یکی از اهداف و ارزش‌های دولت آمریکا هست و ما می‌خواهیم بیشتر بر این موضوع تمرکز کنیم و ما می‌خواهیم که سازمان ملل به اهداف اساسیش بازگردد و مهمترین هدف سازمان ملل متحد صلح است. سازشنامه‌های اخیر ایالات متحده آمریکا با قزاقستان و ازبکستان را دیروز دیدیم و به نظر می‌رسد آنها دلیل توجه مأموریت جناب ترامپ به آسیای مرکزی است. آیا نقشه‌های بیشتر از این هم در میان هست؟ نمی‌خواهم قبل از کاخ سفید در مورد جزئیات برنامه پرزیدنت ترامپ صحبت کنم، ولی به طور کلی پرزیدنت ترامپ خواهان روابط خوب با همه کشورهای دنیا هست و در پایان سخنرانیش او با یک دست باز به کشورهای دنیا صحبت کرده و به خصوص در مورد تاجیکستان ما از حاکمیت ملی، از تمامیت ارضی و ما از استقلال تاجیکستان حمایت می‌کنیم. آیا درباره تاجیکستان شما گفتید آیا پرزیدنت ترامپ مثلا نقشه سفر و همکاری نزدیکتر با کشورهای آسیای مرکزی را دارد یا مثلا به کدام از این کشورها مثلا تاجیکستان نیت دارد که سفر کند؟ بهتر است که کاخ سفید در مورد جزئیات برنامه پرزیدنت ترامپ صحبت کند، ولی به طور کلی میتونم بگویم که 3 دهه بعد از استقلال تاجیکستان ما در عرصه‌های مختلف و مهم همکاری می‌کنیم و ما می‌خواهیم در آینده هم به همکاری اقتصادی و امنیتی ما تقویت بدهیم. نقش مثلا افغانستان در این همکاری‌ها و نقش تاجیکستان در این لابلا چی است؟ در مورد افغانستان به طور کلی میتونم بگم که ما می‌خواهیم که طالبان اقدام کند و باید در اول بگم که بعد از زمین لرزه‌های مرگباری که در افغانستان اتفاق افتاده ما به مردم افغانستان تسلیت میگوییم. اهداف دولت آمریکا در افغانستان اولا حفاظت از مردم ما و از وطن ما و ما میخواهیم که همه آمریکایانی که به ناحق در افغانستان بازداشت شدن آزاد شوند. خیلی خوب. راجع به برنامه‌های گومانیتری یا بشری مثلا همکاری با تاجیکستان کدام نقشه هست؟ ما علاقه‌مند هستیم که به خصوص به همکاری اقتصادی و امنیتی ما با کشور تاجیکستان تقویت دهیم. خیلی خوب. راجع به مسائل حقوق بشر، آزادی مطبوعات در تاجیکستان تا کجا برای حکومت امروزه یعنی مأموریت امروزه آمریکا این مسائل ها مهم هستند؟ به طور کلی موضوع حقوق بشر برای دولت آمریکا
موضوع مهم هست و این به نظر دولت آمریکا روی این موضوع بسیار تمرکز میکنیم ولی به طور کلی اینجا در مقر سازمان ملل ما با آزادی، حاکمیت ملی و صلح تمرکز میکنیم. الیزابت، من این سوال را ندادن نمیتوانم، چون در تاجیکستان وقت شما را میبینن حتما که بسیاری این سوال در ذهنشان چرخ میزند که در تاجیکستان و دیگر عموما کشورهای آسیای مرکزی و جهان برنامه گرین کارت بسیار پرطرفدار است و بسیار جوانان میخواهند با این راه به امریکا بکوچند، ولی وقت آخر در قاعده های آن، مقررات آن تغییرات جاری می شود. تا کجا می شود گفت که اکنون راه یافتن به امریکا مثلا برای یک جوان از تاجیکستان یا هر جای دیگر سخت‌تر و مشکل‌تر شده می تواند؟ اولا باید بگویم که هدف اصلی پرزیدنت ترامپ حفاظت از مردم آمریکا و از دولت آمریکا هست. ولی در مورد پروسه گرفتن گرین کارت فکر میکنم که برای مردم محترم تاجیکستان بهترین چیزی است که به وبسایت سفارت آمریکا در تاجیکستان بروند و اطلاعات از اونجا بگیرند. شما شخصا چون یک دیپلمات سابقه دار و فارسیدانی دپارتمنت دولتی بگوید که تا کجا در حکومت امروزه امریکا توجه مثلا به مردم فارسی زبان در ایران، تاجیکستان یا افغانستان به خاطر همگرایی بیشتری آنها به امریکا وجود دارد؟ اگر چون این میل هست از چی عبارت است؟ این مردم افغانستان، مردم تاجیکستان و مردم ایران برای دولت آمریکا مردم مهم هستند. من در تلاش هستم که بیشتر با رسانه های این سه کشور صحبت کنم و از این فرصت ابراز تشکری میتونم و یک افتخار است که بتوانم با شما صحبت کنم. تشکر زیاد. و با یک نکته، مهمترین پیام امروزه پرزیدنت دونالد ترامپ از منبر مجمع کل را میتوانید برای مخاطبان در تاجیکستان برسانید؟ بله، مهمترین پیام پرزیدنت ترامپ این بود که او رئیس جمهور صلح هست و آمریکا خواهان صلح هست. یک سوال بسیار خصوصی، شاید که نمونه شما نمونه عبرت شود برای بسیار جوانای تاجیک. شما شخصا زبان فارسی، زبان تاجیکی را در کجا آموختید و چطور توانستید که در دپارتمنت دولتی کار کنید؟ شاید میشنوید از لحظه من که دوباره فرصت داشتم که در افغانستان کار کنم و تلاش میکنم تا با ایرانیان و مردم تاجیکستان و با افغان ها صحبت کنم و تکرار میکنم که این یک افتخار بزرگ بود برای من و رحمت کلان به همه دوستان در رادیو آزادی. با تاجیکستان هم سفر میکنید؟ امیدوار هستم که یک روز بتوانم هم به تاجیکستان سفر کنم. خوش آمدید به برنامه های رادیو آزادی. تشکر به شما.